دیروز یک برادر دوستمون شکایت میکنه. بگذار نگذارم با مادر یا که با مکتب، بلکه خودشان باید مراقب فضل. کارخانه انسان ساخته میشه، بانوی شخصیت انسان قالب ریزی میشه. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به بینندگان شبکه نجم تیوی. اینچنین به شما هم سلام علیکم و رحمت الله. استادان بسیار ارجمند. واقعا تربیت فرزند بسیار یک چیزی مشکل شده است که بسیار نفرها شکایت میکنند از تربیت فرزند. چگونه تربیت فرزندمان را تربیت کنیم؟ یعنی منظورتان در زمان معاصر مشکل شد؟ در زمان معاصر، در همه زمان مشکل کاری است. البته در همه دور زمان مشکل است و حالا مشکل تر شده. حالا مشکل تر شده است استاد. بله. و بسیاری پدر و مادرها گمان میکنند که با دادن تلفن یا پلانشت گویا تربیت کرده ایستادند یا یک نوع آواره کرده ایستادند و بسیار همین چیز مشاهده میشد که فرزندها از سحر تا بگاه، دیروز یک برادر دوستمون شکایت میکرد که از سحر تا بگاه تا همون تلفن رو نگیرند، تا یک چیزی فیلمی تصویری یا یگان چی تماشا نکنه آرام نمیشه. یعنی کودکش عادت کرده به همین چیز. بله، عادت هم گویا یک چیزی عادتی شده است. یا عادت کرده یا پدر مادرش عادت کننده اند. بله. همین سوال دم که از دوستان سوال میکرد که یک روز تقریبا میگه فرزند خود نگاه کردم 15 ساعت وقت خود در همین تلفن و کامپیوتر بازی های امروز است نشسته وقت خود صرف کنه. حتی میگه من بعد از نماز خفتان آمدم نشسته بود بامداد خستم برای طهارت کنیم، حالا هم نشسته هم بازی میکنه. دیگر هر سخن میگویم یک فکرش در همون است، دیگر سخن تاثیر بخش نیست. راه حل این که در تربیت فرزند چگونه میتونیم؟ حتی فرزند وقتی کودک‌ها از خردی از آوان کودکی با همین چیز بستگی پیدا میکنن، از جهت اجتماعی هم دیگر مناسبت با یار و دوستا یا با کلان سالا همین چیز هم نمیتونن. همون دوستی که شکایت میکرد میگفت که فرزندم 3 ساله یا یعنی 3 گذشته است کلانتر شدگی حالا گپ زده نمیتونه. یعنی رشد نکرده کودک. رشد نکرده. برای کودک رشد کند باید بازی‌های جسمانی کند، با همسالای خودش در حولی در کوچه دو تاز کند، گپ زند. اما با تلفن وقتی که مشغول میشه در کنج خانه البته این تاثیر منفی میرسونه. البته واقعا این حالت است که نگران کننده. پدر و مادرها باید در عائله خیلی مراقب باشند به این پدیده. مثل که اشاره کردید کودک جمعیتیش نمیتواند، حتی بزرگ هم شود چند سال به این چیز عادت کند، کودک میشه تنهایی رو دوست می‌دارد. با هر کس یا با همسالانش یا با همسایه ها رابطه و مناسبت برپا کردن نمیتواند. در اینجا یعنی طور پدر و مادر یک رولی مهم می‌بازند استاد. برای اینکه کودک نیاز به تربیت به پدر و مادر دارد. پدر و مادر نقشی اگر همون مسئولیت خود رو احساس نکنند. یک از علی رضی الله عنه روایت شده است، میگویند که داعبه 7 و ادبه 7 و صاحبه 7. از حسن بصری هم یعنی با کودک 7 سال بازی کن و 7 سال آداب آموز و 7 سال دوستش رفیقش باش. یعنی مرحله های تربیه رو فهمانده که پدر و مادر باید معرفت جدا کردن هر نوع تربیه مناسب در سن سال مناسب را داشته باشند و دانند کی با کودک چگونه مناسبت کنند. واقعا به مسئولیت پدر و مادر اشاره کردید. جا دارد که قید کنیم و تأکید نماییم دائم که فرزند این امانت از خداوند دست پدر و مادر است. یعنی اگرچه فرزند ماست، اما باید دانیم که پورا مال ما نیست، امانت خداوند است که ما را از آن میپرسد. اینجا مشاهد بسید پدران که زیادتر در کار و بیرون مشغولند روزانه حداقل 1 ساعت معین برای فرزند آماده کنند
و بعضی سوال‌ها بعضی درس‌ها رو با اون همکاری کنن. تنها درست. واگذار نگذارم با مادر یا که با مکتب، بلکه خودشون باید مراقب فرزند باشن. بدتر از این با تلفن یعنی. بله. حالا مسئله در تربیت کودک داریم مسئله دوستان پسر یا پسر فرزند با کی دوستی دارد، تاکید می شود که با شخصان نیک دوستی کند، از همنشینی با بدان دور باشد. مثلا وقتی این مسئله ذکر می شود دائما ما فکر میکنیم دوستی یعنی با شخصانی واقعی در حیات واقعی، لیکن نباید فراموش کرد که در زمان ما این قضیه پهلوی دیگر جانب دیگر پیدا کرده. میتواند کودک در خانه باشد لیکن دوستانی بدی زیاده طریق شبکه اینترنت به خود یابد و با آنها همنشین باشد ساعتها. یعنی در ظاهر کودک در خانه است، در ظاهر کودک در نزد پدر مادر است، لیکن در خانه دیگر ساعتها با دوستی از دوستانش است که شاید اون دوستی بد باشد و پر فکری او را، اخلاقی او را شاید که منحرف سازد، کج نماید. مصیبت دیگر که اکثریت پدر و مادر خانه داخل میشوند، مثلا کودکان نشستن حتی سر چای خوردن و طعام خوردن هم تلفن بر دست استفاده میکنن ساعت ها در خانه. کودک هم از این دیده شاید که تعلیم این میگیره. یکی از علما را میگفتن که خیلی فرزندش با تربیه و با اخلاق، گفتن اینا چه خیلی آموختی، درسی زیاد خونده دیگه. گفت نه من خود رو در خانه اصلاح کردم. خود فرزند دیده اصلاح شده. یک راهی بسیار هم سونش. سخنی دارن بزرگان میگن فعل رجل فی الف رجل خیر من قول الف رجل لرجل. یعنی رفتار یک مرد بر 1000 مرد مؤثرتر است از سخن 1000 نفر بر یک نفر. یعنی از اینکه پدر مادر زیاد لکسی ها خوانند، به تعبیر نصیحت ها کنند ساعت های طولانی فرزند را با قصد اصلاحش، بهتر است که رفتار خود را درست نمایند. چون که کودک ها در فن تربیت فرزند چنین قاعده است: کودک از دیده هایش بیشتر تربیت میگیرد نسبت از شنیده هایش. پدر و مادر کمتر حرف زنند و بیشتر کارهایی که میخواهند فرزندشان آن را انجام دهند خودشان انجام دهند. پدر و مادری که با کارهای مفید مشغول میشود. ببینید بسیار صحنه‌هایی در نوارهای کوتاه یا در عکس‌ها می‌بینیم کودک تازه و قدم زدن شروع کرده، می‌بینیم با پدرش نماز می‌خواند، با مادرش سجده می‌کند. چرا؟ چون که دیده پدر و مادرش مشغول نماز خواندن است، با اون تقلید می‌کند. طبیعی است وقتی ببیند پدرش سیگار می‌کشد، اون نیز پدرش تقلید می‌کند. قاعده همین است. آنها به دیده هایشان با اون چیزی که در چشمشان هست، کلان‌ها، پدر و مادر ابتدا، سپس اکه ها و اپاهای کلانتر از خودشان در عائله چی میکنند؟ خورده ها از اونها عبرت میگیرند. یعنی نمونه نیک باشند بهتر است. حتی چند نوارها دیده بودیم که نواری کوتاه در شکل نواری کوتاه کرده که یک نفر برای پدرش طبقچه ها و کاسه های پلاستیکی آماده میکنند. بعد وفات پدرش ببیند که فرزندش همون کاسه و طبقه پلاستیکی رو گرفته به یک جا میگذارد. بعد میپرسد که آخه ما دیگر نیاز به این نداریم. گوید فرزندش میگوید که نه تو پیر شوی برای تو من اینو گرفته موندم. یعنی هر کاری که پدرش کن دیده همون چیز آموخت. یعنی استاد مثلا گفتیم نمونه خوب باشند برای فرزندان. باز چی نظر دارید یا چی گفتنی دارید که مثلا یک مادر برای تربیت فرزندش چیکار باید کند که تا اینکه فرزندش یک فرزند بهترین ها باشد، از جمله بهترین ها باشد؟ البته این سوال مرکب است و جواب مفصل میخواهد. جواب مجمل کوتاه همین که چگونه که پیشتر اشاره کردیم خودش مادر نکوکار باشد، نیکنام باشد، صالحه باشد، به تعبیری دینی. مادر که صالحه باشد پسران و دخترانش البته که صالحه خواهند شد. خودش صالحه می شود تا نمونه فرزندانش باشد و البته در تربیت اونها می کوشد و چیزی مهم دیگر از خداوند استقامت و هدایت آنها رو می پرسد. چون که تربیت کردن و زحمت کشیدن این نصف کار است، نصف دیگرش این لطف خداوند، رحمت خداوند،
هدایت خداوند است که برای فرزند باید پدر و مادر در نمازشان، در مناجاتشان برای فرزندانشان از خدا بپرسند. دیگر می شود که فرزند را یک مهمانی برد با یک کلان سالان که یک جا نشینن، از اونا دیدن کنن، استفاده کنن. حتی ببینیم در حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله کودک را آموخت که از پیش خود قرآن بسم الله شروع کنن. این حدیث دلالت میکند که یعنی با کودک‌ها پیامبر صلی الله علیه و آله نشسته بودند تا اینکه تعلیم کنند اونها که چگونه طعام خورند، چگونه رفتار و سخن گفتارشون چه مهم است. حتی میشد پیش نزد یک عالم برد دعا گرفت. درست. یعنی شما دوستان اشاره به این کرده اید که یک نوع تربیه دیگر است که تربیه اجتماعی نام دارد. بله. یعنی تربیه هم انواع دارد، اقسام دارد. وقتا فرزند را میخواهیم تربیه کنیم، تربیه متکاملی پررنگ که شخصیتش شخصیتی کامل گردد، باید هم انواع تربیه را به نظر گیریم. استاد چونی که میدونیم تربیه ایمانی نخست، البته تربیه ایمانی که محبت خدا و محبت پیامبر، محبت قرآن، محبت نماز، عموما محبت دین را در دلش باید کاشت. چون که ما وقتا کودک را دین و ایمان می آموزیم، قرآن می آموزیم، یعنی همه کارهای نیک با او آموختیم و از همه کارهای بد او را هشدار داده ایم. تربیه ایمانی نخست تربیه اساسی است. زیربنای درست شدن شخص است، کامل شدن شخص است. دیگر تربیه فکری و ذهنی او را صیقل دهیم، رشد دهیم به تعلیم علم، به آموختن علم و معرفت. سوم تربیه جسمانی، تربیه بدن، یعنی به او ورزش آموزیم، او را به کارهای مفید جسمانی مشغول سازیم تا بدنش آب و تاب یابد. دیگر تربیه اخلاقی، البته اینا مقدم است از بدنی، میشه پیشتر ذکر کرد. تربیه اخلاقی به راستگویی، به امانت داری، به دوری از غضب، به این چیزهایی که معروف است در منظومه اخلاقی دینی ما در تعلیمات دینی، چیزهای معروفند، به هم اخلاقی نیک را مزین سازیم. دیگر تربیه اجتماعی که شما اشاره کردید، یعنی شخص جمعیتی باید باشد، شخصی درونی خانه همیشه با خودش با آیله در فضای آیله نماند. و بعضا کودک را البته اینم باید در حد خودش باشد. گاه به مهمانی خانه مثلا خواستن اگر خشتبار باشد، با خانه عمکش، با خانه خالش باید برد، نزد دوستان مثلا او را سؤال کرد، میتوان از او طلب کرد سوره خواند، شعر خواند، غزل بیت از سعدی است، از حافظ است. کودک تربیه جمعیتی میگیرد، شخصی جمعیتی میشود و البته با این تربیه بیانی هم میگیرد، یعنی فصاحت و بلاغت و سخنوری میآموزد. از خردی الکی فکرش رو بیان کرده میتونه، نمیترسد از گفتار، از گپ زدن، به تعبیر ترس و هراسش برطرف میشه. بله استاد، من وقتی خورد بودم در یاد دارم که بابایم معرکه ها میبردن، هر جایی که میرفتیم میگفتن یک قرائت کنه یا حتی بعد نماز هم مثلا آمین میگفتن قرائت، برای قرائت مخصوص ما خردای همچون ترغیب باشد چی باشد، همین چیز بسیار مثلا تاثیرات خودش گذاشته است الحمدلله. و استاد بسیاری ها شاید گمان کنند که تربیه خاصی یا وظیفه مادرها است. مثلا پدر یگان نقشه نمی بازد در این وظیفه. پدر مثلا پول یافتن و کار کردن و یعنی خارج از خانه، بیرون از خانه. و پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر نمونه و پیشوای ما که هستند، ما بینیم مثلا حسن و حسین میگرفتن در پشتشان، همچون در روایت ها آمده است که نعم الجمل و جملکما و نعم الفارسین انتما میگفتن. این چقدر خوب است اشتر شما و چه سواره های خوب هستید شما میگفتن. با اینقدر مشغولیت هاشون رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی افته بازی میکردن همراه نبیره هاشون. یک چیزی مهم یادداشت کردید با ذکر این حدیث، این روایت،
یعنی بازی کردن حق کودک است، حق فطری، حق روانی و حق شرعی است. کودک را باید فرصت داد تا بازی کند. حالا در آغاز صحبت اشاره کردیم که از بازی‌های اینترنتی کودک را باید باز داشت، چون که اثبات شده، پژوهش‌های طبی، روانی اثبات نموده که این بازی‌ها خطرناکن، ضررناکن و بعضا نتیجه‌های خیلی مدهش دارند. بعضی کودک‌ها به خودکشی می‌روند از پشت این بازی‌ها. درست. و به کودک درشتی، دغلی می‌آموزند واقعا. یعنی پژوهش‌هایی از دانشگاه‌های آمریکایی و اروپایی تازه به تازه نشر شده است، در شبکه دسترس است که اثبات کردند پژوهشگران این حجم ضرر این گونه بازی‌ها را. لیکن باید فراموش نکنیم که عین زمان کودک حق بازی کردن دارد. این بازی‌های مفید، حتی در سوره یوسف علیه السلام هم این اشاره می‌بینیم. وقتی برادران حضرت یوسف نزد حضرت یعقوب آمدند برای اینکه یوسف را همراه خود ببرند، گفتن ارسله معنا غدا یرتع و یلعب. یعنی فردا اینو با ما فرست ای پدر تا با ما بازی کند، تماشا کند. یعنی قرآن بازی کردن کودک را ذکر کرده و این تقریر، این اعتراف بر این است که کودک باید بازی کند، حقی کودک است. یعنی این روایتی که شما ذکر کردید از معامله پیامبر صلی الله علیه و سلم با نبیرهایشان و اینکه آنها را در پشت مبارک خویش سوار می‌کردند، برای آنها به تعبیر اسب می‌شدند، این دلالت بر این می‌کند که پدر و مادر و بابا بیبی باید با فرزند و با نبیره وقت جدا کنند و با آنها بازی کنند. واقعا استاد این روایت‌های و این مناسبت‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم عموما اهمیت اسلام به تربیت فرزند می‌بینید عجایب است. حتی باز یک روایت دیگر است که یک نفر می‌گوید حضرت حسین و حسین در آغوش پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند، بعد من 10 فرزند دارم، میگه ما قبلت احدهم. و عربی هست. خوب عربی ها عادتا معلوم که کمی درشت می شوند و اون تربیه مدنی که در شهر هست از این دورترن. وقتی می بینند که در آغوش پیامبر صلی الله علیه و سلم نبیرشان بازی دارند و پیامبر صلی الله علیه و سلم با نبیرشان نوازش دارند، حیران میشن. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم بوسه میکنند میگن آیا شما فرزندانتان را میبوسید؟ من 10 فرزند دارم، حالا هیچ کدامشون نبوسیدم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن از دست من چی میاد اگر خدا از قلب تو رحمت را، شفقت را گرفته باشه. یعنی این درشتی است. وقتی این قدر فرزند رو داشته باشی به وای رسونی، دیگه بوسه نکنی. اتفاقا در علم روانشناسی بوسه کردن کودک خیلی اهمیت کلان دارد و خیلی فایده های روانی هم دارد. کودک را، ذهن کودک را رشد میبخشد. تو کودک را بوسه میزند پدر و مادرش یا هر کسی از اعضای عائله، یعنی شاد میشود، احساسی قوت میکنه که در پهلوی من، تاری سری من کسی هست و من در زیر قنات آن کس هستم. این خیلی فایده های روانی دارد. از طرف دیگر استاد ببینید بزرگی اسلام را که هر یک نقطه را شریعت اشاره کرده، حتی آغوش گرفتن فرزند، تربیت فرزند، بازی کردن فرزند. فکر کنم اساس کمبوده امروزه از کم اطلاع داشتن ما از شریعت است. استاد یک چیزی نازک است. نمیدونم شما چه خیلی شرح میتین. بعضی هم میگوین که امی شما مقصد از شما انسان هایی که شریعت خواندگی فرزنداتون رو بسیار ارکه میکنه. یعنی این کار شما خلاف هیبت و خلاف، یعنی پدر و مادر باید همیشه سیاست داشته باشه. بین هیبت و بین ارکه کردن چی فرق میکنه؟ در نظر من که اینش معنی اینش نیست، اینش با دیگرش زید نیست. پدر و مادر باید مهربان باشن، باید با کودک بازی کنن و این زمان باید هیبت و وقار خود را نگه دارن. یعنی هر چیزی حدی وسطش خوب است. خیر الامور اوسطها. نه زیاده روی در بازی و
شفقت و مهربانی که کودک از اندازه زیاد دیگر به لطف و مهربانی پدر و مادر داده شود، احساس مسئولیت نکند، وظیفه‌اش را اجرا نکند، درسش را یا وظیفه های اخلاقی که به او داده می شود و نه اونقدر از پدر مادر ترس و هراس داشته باشد که همین که پدر درآید فضای خانه همه سکوت آنها را فرا گیرند و ترسند که دو و تاز کنند. همین بعضی پدرها چنینند و این میفخرد که یعنی من پدری نمونم. نه، این غلط است واقعا. همین استاد بخشش پیش سخنتون گرفتم. بسیاری گمان میکنن که بچه با آداب، فرزندی با آداب همون نفری که وقتی یک انسان کلانسال خانه دارد باید خاموش ایستد، باید حرکت نکند، حتی بازی باشد بازی هم ترک کند. مثلا میگوید که همین نبیره من از همه با آدابش همین است، یا همین فرزند من از همه با آدابش همین، کمتر شوختر باشد میگوید که این بی‌تربیت است، این شوخ است. یعنی سعدی شیرازی یک اشاره زیبا دارد در اینکه و نیک و بدش وعده و بیم کن. یعنی در جایی که لازم است سخیری کرده می شود و کمبودی بود و جایی که کار خوب میکند باید وعده داده شود. توازن باید باشد بین درست تربیت فرزند. لیکن هر شوخی های فرزند معنای بی‌آدابی یا بی‌معنیگی را ندارد استاد. یعنی باید پدر مادر این قضیه در ذهنشان باشد که طفل خواستن در سالهای اولی کودکی قلبش صفحه‌ای سفید پاکیزه است، هرچی در آن نقش کنند به آن زندگی میکنند. این اشاره در حدیث هم هست که هر مولود یولد علی فطره، هر نوزاد با ایمان به دنیا میآید، پدر و مادرش یا او را شخص مؤمنی صالح نکوکار میگردانند و یا یهودی و یا مجوسی میگردانند. یعنی اینجا این حدیث نقش بزرگی تربیه را افاده میکند که از این مواد خام میشود هر چی ساخت. همین خاطر میگیم عائله بزرگترین مؤسسه و جدیترین مؤسسه است. چرا؟ چون که در این مؤسسه، در این کارخانه انسان ساخته میشود. در هر کارخانه دیگر اگر ماشین، طیاره و قطار و دیگر چیز ساخته شوند از چیزهای مادی، در این کارخانه انسان ساخته میشه و آنهای شخصیت انسان قالب ریزی می شود. این معنا رو پدر مادر باید درک کنند. باید حق این کارخانه را، وظیفه های این کارخانه را در وقتش با اون شکلی که شایسته است اجرا کنند، وگرنه این استحصالی که از این کارخانه میبراید استحصال ناشایمی بی صفت میبراید. بله استاد درست فرمودید. حالا ببینیم قرآن هم اشاره کننده به این است. در سوره لقمان یک صحیفه یعنی پوره درباره تربیت فرزند که حضرت لقمان و فرزندش تربیت را می‌آموزد و نصیحت‌های زیبایی دارد. درست، یعنی تربیت فرزند تا اینجا اهمیت بزرگ دارد که خداوند لقمان را در قرآن نقل کرده و او را به حکمت وصف کرده. لقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر لله. در ادامه میگوید و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه، هنگامی که لقمان به فرزندش در حالی که به او پند میگفت چنین گفته. یک صفحه کامل درباره تربیت لقمان فرزندش، اهمیت و بزرگی تربیت نشان میده. تربیت فرزند واقعا هر پدر و مادر این صفحه قرآن را اگر دستور خود قرار دهد، چون که در اینجا مهمترین درس های تربیوی ذکر شده. حتی استاد پیامبرای هم ببینید که پیش از مرگ مثلا یعقوب علیه السلام چی میکنن که ماذا تعبدون من بعده، گویا که من وفات کرده ایستادم، شما در کدام دین هستید؟ میمونید، یعنی فراموش نکنید. گویا تاکید کرده ایستاده است. عهد و پیمان گرفته ایستاده است. عهد و پیمان گرفته ایستاده است. در ایمان و اعتقادشون استوار است. بله. یعنی کجا بخش استاد کجا خلل وارد می شود در تربیت فرزند در عائله؟ آنجا که پدر و مادر قضیه ایمان و دین و آخرت را قضیه دویم درجه قرار دهند. فرزند را از تمامی درس و تعلیم و فلسفه می آموزند، اما دین و قرآن و آخرت را کنار میمونند، اهمیت نمیدهند. اینجا علاکه این تربیت غلط است. این تربیت غلط است واقعا.
هر روز و هر درس باید که مسئله آخرت، مسئله خداوند، مسئله دین با تربیه والدین آمیخته باشد. باید فرزند درس پدر و مادر را آمیخته با درس دین و ایمان و مسئله آخرت باید بنوشند و هضم کنند و در رگ پیوندشان قضیه دین و شریعت و آخرت باید باشد. این کفالت این است که فرزند صالح خواهد شد. به جز این هیچ تربیه موفق نخواهد. بله، مصاحبه خوبی بود. من بسیار خوشحال شدم. خوشحال و باشم. امیدوارم که پدر و مادرایی که ما رو دیدند آنها هم یک بهره گرفته باشند برای خودشان و خداوند کند که ما این مسئولیت بزرگ را احساس کنیم و آن را به طور خوبی ادا نموده باشیم و یک فرزندان بوایی رسانیم که فرزندان مسئولیت شناس، فرزندان نکوکار، فرزندانی که برای نفع جامعه همیشه کوشش میکنند. خداوند هر یکی ما را موفق گرداند. سلامت باشید. سلامت باشید.